Don't just film it, try it. Yeah, thank you. Have a bite. سلام، امروز اومدیم فورت لنگلی. خواستم بازار اینجا رو بهتون نشون بدم، فوق العاده است و یه سری اطلاعاتی که شاید به دردتون بخوره. روستای فورت لنگلی در حدود 5 کیلومتری شرق مرکز شهر ونکوور قرار داره. این روستا همچنین تقریبا میشه گفت در میانه راه بین شهرهای سوری و ابسفور واقع شده. در فورت لنگلی چیزای زیادی واسه دیدن و انجام دادن وجود داره. به جز قلعه تاریخی که از جاذبه گردشگری حساب میشه، سایت میراث ملی بزرگترین جاذبه اون به حساب میاد. خب بهتره که یه نمایی هم از خود فورت لنگلی بهتون نشون بدم. خیلی جالبه. یکی از بهترین مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی در منطقه لوئر مینلند، همون تقریبا منطقه ونکوور بزرگ، همین شهر فورت لنگلیه. در امتداد رودخونه یه رودخونه‌ای داره که متصل میشه به اقیانوس آرام و یه تاریخچه جالبی هم پشت این رودخونه هستش. این شهر یه قلعه تاریخی داره و یه موزه کوچیک راهن و یه موزه کشاورزی هم داره. یه جزیره داره، یه جزیره داره به اسم بری که یه کمپی تو اون جزیره است. تقریبا میتونم بگم اونور پل و تعدادی زیادی مغازه و رستوران‌های جالب. بهتون پیشنهاد میکنم که اون کمپ رو حتما یه سری بزنید، ارزش یک بار دیدن رو داره. یه مغازه جالب قدیمی هم من اونجا رفتم که در ادامه فیلمش رو واسهتون گذاشتم، حتما ببینید، فوق‌العاده جالب بود. ترکیب همه اینها همراه با محیط زیبای روستایی منطقه فورت لنگلی رو به یکی از جالب‌ترین مکان‌های بازدید در منطقه لوئر مینلند تبدیل کرده. علاوه بر جاذبه‌ای که صحبتش کردم، منطقه فورت لنگلی همچنین میزبان یه تعداد زمین‌های گلف با کیفیت بالاست. کسایی هم که اهل کلاه هستن میتونن بیان به این مغازه، یه مغازه که مملو از کلاه‌های مختلفه. من خیلی لذت بردم از بودن تو این مغازه. یه سری رویدادهای تابستونی اینجا برگزار میشه که یکی از اونها روز مردم بومیه که یه روز ملی هم به حساب میاد. مثل روز کانادا یک رویداد رایگانه که روز کانادا در ماه جولای، شامل موسیقی زنده و یه سری فعالیت‌های دیگه و کسایی که اهل موسیقی و بالاخص جاز هستن. یه جشنواره جاز اینجا برگزار میشه، فوق‌العاده دیدنیه. و در روز BC دی، یعنی روز همین استان بریتیش کلمبیا، 3 روز جشنواره رایگان میشه گفت تقریبا میفته در اواخر جولای و اوایل آگوست. رویای صاحبان این فروشگاه آوردن شکلات و آبنبات‌هایی از سراسر جهان به منظور لذت بردن علاقه‌مندان به شیرینی. صاحب این فروشگاه 20 ساله که شکلات‌های دستساز خودش رو دیگه داره تهیه میکنه و در سال 2008 از مدرسه شکلات سازی اکول چاکلت عنوان شکلات ساز حرفه‌ای رو دریافت کرده. قبرستون شهر فورت لنگلیه. چه جالبه نشون بدم، اونجا قبر یکی از سربازای جنگ جهانی دومه که اون بالا گذاشتنش. فوق‌العاده قدیمی. بازار فورت لنگلی که از سال 2011 شروع به فعالیت کرده، یه بازار نسبتاً بزرگ در مقیاس محلی به حساب میاد.
این بازار خوبیه که شنبه رو به یه زمان مناسب واسه بازدید از فورت لنگلی تبدیل بکنه. در بهار و اوایل تابستون بازار نسبتاً کوچیکه، ولی تا ماه اوت که اون آگست میشه بازار رشد قابل توجهی میکنه و به اندازه خوبی میرسه و شامل 10 فروشنده میشه. این بازار شنبه ها بین ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر واقع در جاده گلاور خارج از کلیسای تاریخی سنت اندروز برگزار میشه. جاده گلاور خیابون اصلی روستاست که با درختان بزرگ قدیمی و ساختمان‌های میراثی آراسته شده. Oh, you want to try a taste? Don't just film it, try it. Yeah, thank you. Have a bite. This one's Thai, this one's chia with berries, Yeah. and this one is rich and hearty. Okay. Take a picture of the bowls if you want to see what they look like, but that's the pretty picture. Hey, you guys gonna have a taste? Come have a bite. غذا معمولا غذای سمت شرق آسیا هستش که به دامبلین معروفه. اینجا تو فارمرز مارکت مواجه شدیم با یه غرفه ترکیه‌ای، یه زن و شوهر ترکیه‌ای بودن که داشتن دلمه میفروختن. دلمه واسه من خیلی جذابیت داره به خاطر اینکه یکی از غذاهای محلی غرب ایرانه و من باهاش تقریبا آشنا هستم، ولی دلمه‌هایی که اینا میفروختن دلمه‌هایی بودن که به صورت بار اینا رو میپیچیدن و نه به صورت مثلثی که تو غرب ایران خیلی رواج داره. و موقعی که پرسیدم چرا شما به این سبک اینا دلمه ها رو ربط میکنید، گفتش که ما به صورت مثلثی هم انجام میدیم توی ترکیه، ولی تفاوتی که داره اینه که غرب ترکیه اینو به صورت بار و به صورت میله‌ای انجام میدن، ولی شرق ترکیه نه به صورت مثلثی، و غرب ترکیه دوست ندارن که گوشت توی دلمه باشه برخلاف غرب ترکیه. صحبتی که با دوستان ترکیه‌ای داشتیم، زوج ترکیه‌ای گفتن که اجاره‌ای که واسه این غرفه دادن برای 1 سال $100 و چادر از خودشونه، ولی میز و خود اون مجموعه تهیه میکنه. البته بهتره بگم که اجاره غرفه از یه فارمر مارکت و یه شهر به شهر دیگه متفاوته. Like to try some? Sourdough? Yeah, everything's sourdough, and then those are not sourdough. This is the holy wine sourdough. These are the best two. Thank you. Thank you. I like your shirt. معماری ساختمونا توجه بکنید، یه حس وسترن امریکایی ادغام با سبک انگلیسی داره که خیلی منطقه روستایی فورت لنگلی رو جالب کرده و حتی
یه تاریخچه‌ای داره که این روستا رو متصل میکنه به شهر پورتلند، ایالت اورگان امریکا. یکی از مغازه‌های جالب روستای پورتلندی ولیو آنتیک ماله که مملو از وسایل آشپزخونه، بالاخص بشقاب، لیوان، ظروف شکستنی و وسایل دست دوم هم از چوبی و فلزی هستش که همه وسایل دست دوم و میشه گفت که شما اگر اینجا تشریف بیارید یک سری عتیقه‌جات هم میتونید پیدا بکنید. 올라가야 돼. 바람이 그게 가면 شاید واسهتون جالب باشه که بدونید که منشأ اصلی فنجان‌های چایی از بریتانیا میاد و فنجان‌های چایی واسه اولین بار در زمان جورج چهارم به بریتانیا معرفی شدن و توسط کمپانی هند شرقی از چین وارد می‌شدن. به طور سنتی فنجان‌های چای دسته نداشتن و بیشتر شبیه کاسه‌های چای بودن. من تو منطقه غرب ایران مردمان کردنشین لفظی که برای فنجون‌های چایی به کار می‌برند به پیاله چایی اشاره می‌کنن و احتمالاً این از همونجا میاد که در زمان خیلی قدیم فنجون‌های چایی دسته نداشتن. فنجون‌های چایی با کیفیت بالا معمولاً از چینی سفید ظریف و نیمه شفاف ساخته میشن و اغلب دارای تزیینات دستی و الگوهای طلایی یا نقره‌ای هستن، به ویژه در لبه و دسته فنجان. جالبه بدونید که در فرهنگ چینی فنجون‌های چایی بسیار کوچک هستند و معمولاً بین 20 تا 50 میلی لیتر چایی میتونن توی خودشون نگه دارن. در مقابل در فرهنگ‌های روسی زبان و آسیای غربی که بیشتر تحت تاثیر امپراتوری عثمانی قرار گرفتن، چای اغلب در لیوانه‌های شیشه‌ای داره برش‌های تراشیده شده سرو میشه که در یک ظرف فلزی جداگونه با دسته قرار میگیرن. به این مجموعه در زبان ترکی و یا حتی عربی ظرف بهش میگن. مبل‌های پای کوتاه طراحی فرانسه برای استفاده خانوم‌ها. در انتهای سفرتون به لنگلی حتما سری هم به کافه بلک اسمیت بزنید. میشه گفت یک نونوایی دستسازه
که انواع شیرینی های فرانسوی، کیک ها، تارت ها، کوکی ها، غذای خوشمزه شامل سوپ ها و حتی ساندویچ های گرم و شامل میشه و در انتها امیدوارم که از این کلیپ لذت برده باشید.